یک شاخ گل، برنامه شماره 137. فردا که به محشر اندر آید زن و مرد، فردا که به محشر اندر آید زن و مرد، از بیم حساب روی ها گردد زرد. من عشق تو را به کف نهم پیش آرم، من عشق تو را به کف نهم پیش آرم. گویم که حساب من از این باید کرد. طواف کعبه دل کن اگر دلی داری، دل است کعبه معنا تو گل چه پنداری. 1000 بار پیاده طواف کعبه کنی، 1000 بار پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود گر دلی بیازاری.
هفته طواف کعبه کنی قبول حق نشود گر دلی بیازاری. اگر نه روی دل اندر برابرت آرم، اگر نه روی دل اندر برابرت آرم، من این نماز حساب نماز نشمارم. از این نماز ریایی چنان خجل شده ام، از این نماز ریایی چنان خجل شده ام که در برابر رویت نظر نمی آرم. از این نماز غرض آن بود که من با تو حدیث درد فراق تو باز بگذارم. وگرنه این چه نمازی بود که من با تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم. ما و دل سودا زده ما و دل سودا زده سرمست الستی برگشته ز میخانه برگشته ز میخانه دعا شفته مستی برگشته ز میخانه دعا شفته مستی
عشق تو دیوانه و با جام تو سرمست، با عشق تو دیوانه و با جام تو سرمست، چون نیست شدی چون نیست شدیم از همه با عشق تو هستی چون نیست شدیم از همه با عشق تو هستی. گرزان که فقیر در شاهی، گرزان که فقیر در شاهی، ورزان که خرابی از آن ساغر و دستی ای ساقی مستا، ای ساقی مستا، به صفا رطل دما
ای ساقی مستان به صفا رطل دماده مخمور به گلزار مخمور به گلزار که ما مست الستی ای ساقی مستان به صفا رطل دمادم مخمور به گلزار مخمور به گلزار که ما مست الستی جانا دلم وای 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 عاشقی دانی چه باشد؟ جان و دل بگداختن، غیر مهر دوست را از دل برون انداختن. خانه حق است دل، جز دل نباشد جای حق. خانه حق است دل، جز دل نباشد جای حق. پس بباید خانه را از غیر حق پرداختن.
خانه حق است دل، جز دل نباشد جای حق. پس بباید خانه را از غیر حق پرداختن. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که بسار شد شماره 137 بود که با شرکت آقایان گلپایگانی، بدیعی و امیر ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار از مولانا و صفای اصفهانی، گوینده روشنک.